سلام دوستان، خوش اومدین به اولین جلسه از دوره مقدماتی آموزش آپاچی وب سرور. آریان رمضانی هستم، مدرس شما در طول این دوره. در این جلسه میخوایم نگاهی داشته باشیم به سناریو و محیط زیرساختی که آپاچی وب سرور رو میخوایم روی اون نصب بکنیم و مراجعه بکنیم به وبسایت هامون. و در ادامه نگاهی بکنیم به پیش نیازها و شرایط OS و سیستم عاملی که آپاچی رو میخوایم روی اون نصب بکنیم. در مورد محیط پیاده سازی یا به عبارت دیگه سناریویی که میخوایم نصب رو توی اون انجام بدیم، یک محیط نسبتا ساده کلاینت سروری هست. در یک سمت اون سرور ما قرار گرفته که حالا میتونه سرور فیزیکی باشه یا سرور یه ویرچوال ماشین باشه و روی اون سیستم عامل ما آپاچی وب سرورمون رو نصب میکنیم. در سمت کلاینتی یوزرهای ما هستند که با کلاینت های خودشون حالا یا پی سی باشه یا لپتاپ میتونن مراجعه بکنن به این سرویس دهنده و خدمات سرویس رو که در اینجا وب سرویس هست دریافت بکنند. نکته‌ای که باید بهش توجه داشته باشید اینه که لازم نیست این سناریو حتما توی شبکه اینترنت باشه. میتونه توی هر شبکه‌ای قرار بگیره، یک شبکه لن باشه و فقط کافی هست که کلاینت های ما به صورت شبکه‌ای به این سرور دسترسی داشته باشند. توی این درس ما میخوایم از سیستم عامل دبیان ورژن 9 استرچ برای نصب آپاچی وب سرور استفاده بکنیم. به عبارت دیگه OS سیستم عامل سروری ما دبیان 9 هست. اسم ماشینی که من اینجا روش میخوام آپاچی وب سرورم رو نصب بکنم MyDep-1 هست. این اسم هیچ اهمیتی در عملکرد آپاچی ما نداره و آپاچی ما میتونه از هر وبسایتی با هر اسمی میزبانی بکنه. این فقط اسم سرور ما هستش و IP سروری هم که میخوام پیاده سازیم رو انجام بدم روی اون به این صورت هست 192.168.68.15. همونجور که میبینید این یک IP پرایویت هست، یعنی توی اینترنت قابل روت شدن نیست و فقط برای شبکه‌های لن و خصوصی قابل استفاده است. بنابراین من این محیط لب یا آزمایشگاهم و محیط تستم یک محیط پرایویت و شخصی هست و روی اینترنت قرار نداره. اما باید توجه داشته باشید اگر سرور شما روی اج و لبه اینترنت هست، هیچ کدوم از این مواردی که من میگم تفاوتی نداره و با همین کانفیگ شما میتونید یک وبسایت رو روی یک آپاچی وب سرور رو روی یک سرور در اج اینترنت هم نصب بکنید. با استفاده از SSH به سرورمون متصل شدم. همونطور که میبینید الان روی سرور MyDep-1 هستم و اجازه بدید که چند تا مورد رو با هم دیگه چک بکنیم. اولین مورد ورژن سیستم عامل نصب شده روی این سرور هست. روی سرورهای دبیان بیس شما با دستور lsb release-a میتونید جزئیات ورژن سیستم عاملتون رو مشاهده بکنید. همونجور که میبینید سیستم عامل ما دبیان هست با ورژن 9.12 و کدنیم استرچ. از طریق فایل ها و مسیرهای دیگه هم شما میتونید به جزئیات ورژن OS تون دسترسی داشته باشید. برای مثال از داخل پوشه ATC و با استفاده از فایل دبیان ورژن میتونید ورژن سیستم عاملتون رو مشاهده بکنید که باز هم به ما نشون میده ورژن سیستم عاملمون 9.12 هستش که میشه همون دبیان 9 استرچ. مورد بعدی بحث IP و تنظیمات کارت شبکه این سیستم هست. با دستور ifconfig من تنظیمات و جزئیات کارت شبکه ها رو نمایش میدم. همونجور که میبینید روی این سیستم 2 تا کارت شبکه نصب شده. یکی کارت شبکه لوپبک هست که همه سیستم ها اون رو داره و اشاره میکنه به خود سرور یا خود سیستم با IP 127.201 و دیگری همون کارت شبکه اصلی ما برای اتصال به شبکه و لن ما هستش با نام EN33 و همونجور که میبینید روی این کارت شبکه IP 192.168.68.15 ست شده.
خب همونجور که مشاهده میکنید تنظیمات این سرور دقیقا مطابق همون مواردی است که توی سناریو با هم دیدیم. آخرین موردی که من میخوام بهش خیلی خلاصه اشاره بکنم بحث ریپازیتوری و آپدیت بودن سیستم شماست. لازمه که سرور دبیانی شما به یک ریپازیتوری رسمی دبیان روی اینترنت دسترسی داشته باشه تا از طریق اون بتونه پکیج های نرم افزارهای مختلف رو از جمله پکیج نرم افزار آپاچی رو دریافت بکنه و روی سیستم نصب بکنه. همونطور که میدونید لیست ریپازیتوری ها و میرور های دبیان از طریق فایل source.list توی این مسیر etc apt در اختیار شماست و میتونید اینجا ریپازیتوری های جدید رو به سیستمتون معرفی بکنید. من در مورد جزئیات این فایل و چگونگی تعریف ریپازیتوری خیلی صحبت نمی کنم، حتما باهاش آشنایی دارید و این موضوع خارج از بحث درس ما هست. فقط همینقدر اشاره بکنم که من 2 تا ریپازیتوری رو به عنوان ریپازیتوری های اصلی برای نصب پکیج های خودم اینجا معرفی کردم. یکی ریپازیتوری اصلی دبیان داخل ایران هست FTP IR Debian org و یکی هم خارج از ایران که ریپازیتوری اصلی دبیان توی آلمان هست با آدرس ftp debian.org. خب ما قبل از نصب آپاچی بهتره که سیستممون رو آپدیت و آپگرید بکنیم. همونجور که میدونید دستور آپدیت هیچ برخلاف اسمش هیچ آپدیتی بر روی سیستم شما انجام نمیده، بلکه میاد و دیتابیس پکیج منیجر اپت رو به روز رسانی میکنه و در حقیقت این اپت هست که مراجعه میکنه به اون ریپازیتوری ها و لیست آخرین به روز رسانی ها و آخرین ورژن های پکیج های مختلف رو دریافت میکنه و بر اساس اون دیتابیس خودش رو به روز رسانی میکنه. من اپگت آپدیت رو میزنم و صبر میکنم تا سیستمم آپدیت بشه. همونجور که گفتم اپت ما، نرم افزار اپت ما یا پکیج منیجر اپت ما دیتابیسش به روز رسانی شد. حالا میتونیم با استفاده از دستور apt-get upgrade آخرین پکیج ها رو چه برای خود سیستم عامل چه برای همه نرم افزارهایی که روی سیستم هست دریافت بکنیم و سیستممون رو به روز رسانی بکنیم. چون من اخیراً سیستمم رو آپگرید کرده بودم، سیستم به من اطلاع میده که همه پکیج هایی که روی این سیستم نصب هستند روی آخرین ورژن هستند و نیازی به آپگرید بیشتر وجود نداره. خب الان سیستم ما آماده هست برای نصب سرور آپاچی که انشالله توی جلسه بعد به این موضوع میپردازیم. امیدوارم این جلسه برای شما مفید بوده باشه. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.